طراحی طرح لچک تورنج چطور تقسیم بندی کنیم و چطور طراحی کنیم. طرح لچک تورنج همیشه نقشی رو در مرکز فرش به نام تورنج داره و نقشی رو به شکل مثلثی در 4 طرف فرش داره به نام لچک. این طرح به صورت 1/4 طراحی میشه و بعد تکرار میشه. به همین منظور برای طراحی یک فرش 6 متری با ابعاد 200 در 300 1/4 طرح رو در نظر میگیریم که نصف عرض کار 100 و نصف طول کار 200 مشخص میشه. 100 رو تقسیم بر 3 میکنیم و فضای حاشیه فرش در قسمت عرض و طول فرش مشخص میشه. مقداری از فضای حاشیه رو به عنوان لوار یا ساده باف جدا میکنیم. مابقی رو تقسیم بر 2 میکنیم و بعد از اون تقسیم بر 3 یا 2 میشه. به این ترتیب مقدار فضای حاشیه بزرگ و 2 تا حاشیه کوچیک مشخص میشه. برای به دست آوردن واگیری فرش طول داخلی فرش رو از عرض داخلی فرش کم میکنیم و نتیجه ابعاد و اندازه واگیری فرش هستش که میتونه به سلیقه طراح تقسیم بشه و کوچیک‌تر بشه. این تقسیم بندی واگیره در رابطه با حاشیه کوچیک هم صدق میکنه، فقط اینکه تعداد واگیری حاشیه‌های کوچیک میتونه از حاشیه بزرگ بیشتر باشه. طراحی حاشیه‌های کوچیک میتونه شبیه به هم اجرا بشه یا اینکه متفاوت باشه و طراحی تمام نقوش حاشیه باید رو به متن فرش اجرا بشه. برای شروع کار یک واگیر از حاشیه بزرگ و یک واگیر از حاشیه کوچیک طراحی میشه و اینها به صورت آینه پشت سر هم تکرار میشن. میمونه قسمت گوشه کار که باید با یه سری تغییرات جزئی اون واگیره رو متناسب با گوشه کار طراحی کرد. بعد از تکمیل حاشیه عرض داخلی متن فرش رو تقسیم بر 2 میکنیم و شعاع تورنج به دست میاد که این تورنج میتونه به صورت 1/4 1/8 یا 1/16 طراحی بشه. برای طراحی لچک فرش از گوشه فرش خطی رو امتداد میدیم که به نصف فرش برخورد کنه و به اندازه گل شاه عباسی از اون خط پایین تر میاد. به این شکل اندازه لچک مشخص میشه که لچک میتونه به صورت سراسری یا 1/2 طراحی بشه. بعد از تکمیل تورنج و لچک و قرار دادن نقش‌هایی به عنوان سرتورنج یا سرلچک بر روی نقش‌ها میریم به سراغ طراحی متن فرش. شروع اسپیرال‌ها توی متن فرش هم میتونه از قسمت تورنج فرش گرفته بشه هم از قسمت لچک فرش. اسپیرال ها به شکل حلزونی پشت سر هم طراحی میشن و بعد از اونها شاخه های فرعی به این اسپیرال اضافه میشه که امکان داره زیر لچک یا تورنج قرار بگیرن. برای جایگذاری گل ها از بزرگترین گل ها یا گل های شماره 1 استفاده میکنیم و بعد از اون به ترتیب گل‌های شماره 2، 3 و گل‌های کوچکتر روی اسپیرال جایگذاری میشن. بعد از جایگذاری و طراحی نقوش مناسب متن فرش که میتونه نقوش اسلیمی یا خطایی باشن، قسمت تورنج و لچک فرش رو تکرار میکنیم که نقش‌ها به صورت کامل اجرا بشن و در نهایت فرش ما به صورت 1/4 تکمیل بشه. بعد از طراحی طرحمون به صورت 1/4 توی ابعاد 100 در 150 باید اونو قرارش بدیم توی کاغذی به ابعاد 200 در 300 و در 2 جهت به صورت قرینه تکرارش کنیم تا اینکه طرح فرش ما به شکل کامل قرار بگیره.
بسیار خوب، ما یه فرش 6 متری با طرح لچک ترنج رو طراحی کردیم.